بدن سجل حسینی و اینم ضربه‌ای که در اختیار علیرضا حقیقی قرار میگیره. ضربه‌ای که از پشت محبتی شجاعی حرکت کرده، پا به توپ شده، شجاعی در منطقه جریمه، شجاعی ضربه رو میزنه و حالا دژاگه و توپی که به آرامی در اختیار براوو قرار میگیره. با بازیکن حاضر در محوطه جریمه صحبت میکنه. حالا میفرسته روی دروازه دژاگه، یه ضربه سر آروم که از کنار دروازه به بیرون میره. بازیکن در منطقه جریمه، تیموریان بلند به روی دروازه، فرصت برای تیم ایران و توی دروازه گل برای ایران. جواد نکونام حساب کار رو 1-0 میکنه. ایران 1 شیری 0. تیموریان که ضربات کرنر رو خیلی خوب میزنه مثل جام ملت‌های آسیا، بازم روی ضربه کرنر او تیم ایران به گل رسید. یک بار دیگه ما هم ببینیم تیموریان این چنین توپ رو به روی دروازه فرستاد، نکونام با بغل پا توپ رو وارد دروازه کلودیو براوو کرد، استفاده کرد و تک گل بازی به ثمر رسید. ارسال به روی دروازه و مدافعان تیم ایران خوب توپ رو برمیگردونن. توی برگشت یه شوت دیگه از کنار دروازه، این ضربه خطرناک کرنر خوب به بیرون میره. خوان آزاد رو آندو تیموریان خواهد زد. بلند میفرسته به روی دروازه، بسیار عالی، یک ضربه سر، موقعیت حالا برای سید جلال، ضربه سرش رو میزنه و توپ در اختیار کلودیو براوو قرار میگیره. به زیبایی توپ رو میگیره، دوباره عالی کار میکنه دژاگه، پاس قشنگ پشت منطقه جریمه، موقعیت برای شجاعی، بازم موقعیت داره شجاعی و دیگه خطا میکنه. بیش از حد کند کار کرد تو این صحنه، میتونست با یه مقدار سرعت عمل. پولگار، ماتیاس فرناندز، یه بار دیگه برای کورنخو، سانتر بلند بعد از تیر 2، یک بار دیگه موقعیت عالی، عکس العمل نشون میده حقیقی، در حالی که همه فکر میکنن این توپ گل میشه و توپ رو میگیرند. داور اجازه میده بازی دنبال بشه. دمری سری برای تیم ایران، براوو هم بیرون اومده. حالا پاس به جلو، شجاعی در منطقه جریمه، شجاعی این موقعیت رو هم مسئولی شجاعی از دست میده و دو تا بازی در پیش رو دارن. یک موقعیت دیگه برای تیم ایران، حرکت عمقی در منطقه جریمه انجام میشه، فرصت و توی دروازه، گل دوم برای تیم ایران با ضربه وحید امیری. ضد حمله حساب شده و ضربه تمام کننده امیری میاد. اینجاست که حرکت شروع میشه، یه حرکت 3 نفره سریع و پاس خوب قوچان نژاد با پای غیر تخصصی و همینطور ضربه نهایی و پای چپ وحید امیری. اولین گل ملی وحید امیری به چه تیمی هم زده میشه؟ تیم 15ام جدول فیفا و دروازه چه دروازه‌بانی هم باز میشه. کلودیو براوو، دروازه‌بان تیم بارسلونا. نمیده، یه لحظه اشتباه از بین دو تا بازیکن ما عبور کرد. حالا فرصت، ضربه راه دور که ماتیاس فرناندز به توپ میزنه و توپ از کنار دروازه به بیرون میره. انتخاب میکنه یه پاس در آب، فرصت و توپی که از کنار دروازه با ضربه خطرناک این بازیکن فوئنزالیدا به بیرون میره، در حالی که ببینیم بازیکن تیم شیلی چگونه کار خواهند کرد. ماتیاس فرناندز ضربه رو میزنه و حقیقی برمیگردونه، مدافعای ما هم بهش کمک میکنن تا توپ از محوطه جریمه خارج بشه. ایسلا کوتاه و زمینی، خیلی خطرناک این توپ که منتظری خیلی خوب توپ رو برمیگردونه. یک بار دیگه بازی رو عوض میکنن. ایسلا ضربه سر میزنه، یه توپ سرگردان در مقابل دروازه که توپ به شکلی خطرناک از روی دروازه الکسیس سانچز